لبه سردار، آنها را تعقیب کرده ایستاده‌ایم. بله سردار، فهمیدم. گاز را زیر کن. طاهر جون، چه خیلی که مسئلت کرده بودیم همون خیلتون باز آشکار نشوید. سلین جون سرودم نمیشود گفته بودی، اما اومدنی آدمون رو بین. برادر ساخته هم باشد نکاح است و البته آدمان میآیند. سلین جون این بسیار کاری توکلی بوده است. اگر میدونستم پولش رو زیادتر میگفتم. چه خیل پول؟ تو با این پول دادی؟ کاری ثواب گفته کفته این رو یافتم سمی جون. چند پول دادی؟ 10,000. با خدا؟ بله. اما حاضر نیمش. بعد از نکاح باقی موندهش. مایلش طاهر جون، اول تو این کارو به یگان مشکل حل بکن. پول در دستی من تیار. مایلش فهمو. هر چی زودتر نکاح رو بکن. داماد و عروس کنی بیویند، هر چی زودتر اون نکاح رو میگذرانیم. همه چیز تیار است؟ تیار است، تیار. همش در اینجاست. فرزندانم اینها کجا شدن؟ ها؟ به شما میگم عروس و داماد کجا شدن؟ بابا جون، زورو به نزدیک داماد و زیو رفت. کمتر پس هر دویشون میآیند، در رو هستند. نوکامی را بین. به فکرم گم کردند ها. بالا همه کرد. چی کار میکنید؟ به خفا گردانید، زودتر باشید. از خفا هم هستند. چی کار میکنید؟ بگریزیم. به کجا میگریزیم؟ بیا فرا. دومولا ایست، نگریز. ایستا بپرانم، ایستا بگویم. دوید. دومولا این آدم از ما چه میخواد؟ نه ندانم. اینها ما رو کشت میخواد. میدانم زود بیدم. اینقدر پرگردی. شما برو پرگرد گفتید؟ من خودم رو گفتم. گفتید من رو گفتید؟ این مایلش بخشش از برای خدا بیدم. میلیس میدونی من باید با تو بیام که آقای کنعان خوش آمدید. خانم میلیس چه خیلی شما اولاتان خوب تشکر، است. شما خوبید؟ اینقدر زیبا شدیدم. رحمتی کم. نمیارزد خانم. چی این خیل نگاه داری چرچشمه ها؟ چی نگاه داری؟ ای آدمی با چشم من طبیعتا همیخیله یک طرف نگاه میکنم آدم ها فکر میگه که من او را نگاه دارم. رنگ رود بیزارم. این مرا کی گفت که قطع شما بر همین درون بدرم؟ گویا که من هم در تو زار هستم. من هم به تو زار هستم. من نمیدر آمدی در بیرون انتظار میشدی. خوب استی جانکم؟ جانپا نگو، تو در اینجا چی میکوبی؟ اما من تو رو بسیار دوست میدارم جانکم و این تا ابد در دل من میماند. قسم میخورم با این کرسی سرت رو میکفونم. دفشت زورواری لازم نیست جانکم. خانم میلیس، خانم سلین را ندیدی؟ مرا نپرسید. یعنی چی دانم به زهره کمک کرده ایستاده است به فکرم؟ او هم به نزدیکی بسیار عروسی زیبا می شود انشالله. آدمی بعد عروس می شود نمی شود کاری تو چیه؟ میلیس تو گفتی که سلیم با زهرا یاردم کرده ایستاده است ها؟ نه دامولازیا و نه زهرا در اینجا. در حقیقت اینها کجا شدن؟ خانم زهرا زود دوید لطفا. برای شما گفتن نشون ساقه البته با لباس عروسی چی خیلی دیدن ممکنه. از برای خدا با من جنگ نکنید زود دوید. چی خیلی جنجال کردنه؟ دائما شما جنجال را سر میکنید. یک مرتبه آرامانه گپزنی نمیشود. کی من؟ بله شما کی میشد بس؟ خانم زهرا در حیاتم مانند شما انسان یک را پرگب را ندیدم. با خدای درباره خودتون گپ زده ایستادید. خانم زهرا زود باشه دوید آخر. آفرین به شما. در حقیقت مالش کمی زودتر باشه داخل. شما چی خیلی دلبن هستید که مرا در بنی جنگل پرتافته میروید ها؟ خانم زهرا راه گردید. برای خدا آن آدمان ما را میکشند داخل. نمیتونم رفتم والا.
خم شوید دنبالا در اینجا چیکار میکنی؟ خوابم آمد یک دراز کشم آخر آنها ما را میکشند. من خم شده نمیتوانم، اینجا بسیار چرکین. خانم زهرا تازگی را به یک طرف گذارید، آنها حاضر ما را میکشند. با کی زنگ میزنه؟ به یزدم زنگ میزنم. همینش چی جواب نمیده؟ تلفنش خاموش است. من فراموش کردم که او بیرون از شهر است. اکنون با کی زنگ میزنه؟ به سیلین زنگ میزنم. دومولوزیو با پلیس زنگ زند، یگان مدد روان کند. ای تلفن وای هم خاموش است. سرد تلفنم تمام میشود. ای سیلین تیزتر بردار تلفناتو. زهرو در کجای از خواطری دیلم میکفد، همه منتظر شمایند. سیلین زرد تلفنم کم است، ما رو گوش کن. عزیزم این چه خیلی مسئولیت است ها؟ تو در کجایی؟ سیلین جان یک گوش کن، همشو میفهمونم. زهرو 2 ساعت شد که بابایت رو با گپ گرفته ایستادم. سیلین من هم همین را گفته ایستادم. زهرو در کجای کلی به من بگو. آدمانی سلاحدار ما را تعقیب دارند. چی؟ ولی از قوای ما هستند، ما را کشتن میخواهند. ایست یک دقیقه. کی از خفای شما است؟ شما در کجایید؟ در راه شله، در راه جنگل گریختیم. در همینجا نشستیم. سیلین خوش میکنم با ما کمک کن. الو زهرو؟ الو زهرو؟ تمام شد. از پس من بیایید. حالا شکر فهمو. خدایا اکنون من چیکار کنم؟ ای چهارچشمه در پیش من نیست. رفت نابود شو از اینجا. مرا گوش کن کلانی دیوانه. یک چشمم از قفوی تو، دیگر چشمم از قفوی سیلین. برام احتیاط کن که گنده وز بینت میخالتم. این چی خیل گپا؟ ای چهارچشمه تو با این گپا چی گفتن میخوای؟ من پاپوگای نیستم. اکا او رو زنم. این آدم پلیس است، دیوونه ای تو. اینم گپ میزده کو؟ یکی گپ میزند. آها سیلین جان پیش من میدود، بیا. چه خیل با پیش تو دواده؟ چه خیل با پیش تو میدواده؟ ای برو. زهرو با دومولوزیو در خطر هستم. در خطر؟ از قفایشون آدمای سلاحدار آنها رو پیگیری کرده ایستادند. چی؟ بیاید مونده بگذار دومولوزیو تمای گرگان شود آخر. اگر آقای اکرم شنود دیلش میکفد. تمام شما آرام شوید خانم سیلین. من با حادثه سر و کار میگیرم. شما پروا نکنید سیلین جان، فقط جای حادثه رو گپ زنید، لبن همش رو حل میکند. شب و روز در کجا؟ بله آنها در کجا هستند؟ زهرو در روی شیلی هستیم، گفته به جنگل در اومدند. آنها رو هر چی زودتر یافتنم لازم است. هیچ خواطر نشید خانم سیلین، در حال میرویم. من هم میروم. یک لحظه خانم سیلین جان، برای شما بسیار خطرناک بودنش ممکن است. نمیخوام به شما ضرر رسد. با تو چی شده از چهارچشمه؟ تو خودت کیستی که اینقدر گپ میزنی؟ من پلیس هستم، کارو برای 100% حل میکنم. تمام. لطفا خاموش میشوید، من هم میروم. رفتیم با پیش دارید، زود باشید. سیلین پشکای باشم، من کار میکنم، در میشه بسیار زورد. چی گپ باشد؟ مرحمت خانم سیلین رو بیست یک دقیقه بیست. سیلین بیست. ده مردم کجا رفتین؟ زهرو با دومولوزیو در خطر است، به سر آنها رفته ایستاده. چی گپ شده است؟ بخیر است؟ شخصانی نامعلوم با سلاح آنها رو پیگیری کرده ایستادند. چی شدیم؟ بیا رفتیم. که ماشین بنزین نداره بشی. تو کجا میره؟ برای گیم شه. خیلی دروی. یا خدای توبه، در اینجا نکاح موندگی به کجا رفتن اینها؟ ایستا من میگیرم. بسیار مانده شدم. تمام من حاضر خلاص میکنم. چیکار میکنید؟ شما چیکار کردید؟ مگر دیوانه شدید؟ چرانی با سراسیم را میدرانید؟ داد نزنید، آنها میشنوند. اخمق بفهم. نجات دهید. یاری دهید. شما چیکار میکنید؟ خاموش استید آخر گفتم کو. چقدری که آوازارم داد بزنم. چیکار کرده ایستادید؟ خانم زهرا شما چیکار میکنید؟ آدمان ما را میشنوند. از این لباس باید خلاص شوید. اونها رو در اینجا میآویزم و آنها فکر میکنند که ما با طرف دیگر رفتیم و هم شما به راحت میدوید. چرا داد میزنید آخر؟ بلو زنده. این لباس زیبای عروسی ما رو برای آدمان دروندید.
شما چقدر انسانی بی‌رحم هستید. ساخته هم باشد من عروس هستم. میفهمید شما باید لباس مرا نمیدارید. خانم زهرا ما در اینجا چیکار زده ایستادیم؟ اون آدمان مانند دیوانه با ما تیر خورده دارن، ما رو میکشن. تو باشه لباس عروسی میگویی؟ آخر این آدمان از ما چی میخواهند؟ نمیدونم گفتم چرا نمیفهمین رو؟ یعنی با شما علاقه ندارند؟ من با این آدمان چی علاقه دارم؟ چه میگوید خانم زهرا؟ در همینجا ایستید و هیچ کجا نروید. با کجا میروید؟ نروید آخر نروید سیاه دابلا سیاه اگر مرا دوست دارید برایت سیاه عجبا دوست میدارید دوست میدارد عجبا دوست دارید برایت تمام دلخم رو کفا دیدی شما به کجا رفتید؟ کفتکو کردم. چی خیلی کفتکو؟ باز دیدم که در اونجا حیوان‌های وحشی هستن یا نیستند. در اینجا حیوان‌های وحشی هم هستن؟ البته هست خانم زهرا، در جنگل همه چیز هست. زود باشه خدا باشد درانید تستر برویم درانید آی لباس عروسی هم حف شده اوف درانید مالش تو رفتن گیر با اون طرف رفتیم با اون طرف رفتیم از خاطر دلم میکفد. در کجا باشند؟ خواطر نشوید خانم سلی، خواطر نشوید. آنها رو میابیم در همین نزدیکی‌های آنها. باز من آخر جیگری این خیل آدم ها رو میدانم، جیگرشان رو میدانم. خواطر نشوید. من رودهاشون میدونم. در کل شب را با دست میکنم. دمت رو گیر دمت. الو سلیم عزیزکم با کجا رفتید شما؟ سمی حیاتی دامولوزیا و زهرا در خطر است. آدمان سلاحدار آنها رو پیگیری کرده ایستادند. چی؟ سمی جان آرام باش، ما آخر آنها رو نجات میدیم. با پلیس هم خبر دادیم. میلش تو وضعیت رو اداره کن، مرا خوب گوش کن. باز آقای اکرم از این کار خبردار نشود. میلش با کدام طرف رفته ایستاده اید؟ روی جنگل شیلی. میلش تو خاطر نشو. میلش عزیزم. خانم سلی شما خواطر نشوید، ما آنها را البته میابیم. لوین تمیز نشد. خوش آمدید. خوش باشید. مبارک خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت گذارید. مرحمت. تشکر. آنها زنگ نزدند. آنها کجا شدند؟ زنگ نزدی؟ مگر زنگ نزدم؟ من زنگ زدم وایو در کجا؟ بالون ماشینشون کفیده است. وقتی در راه رفتن بالون ماشینشون کفیده است. از همین سبب کمی دیر میکنند. یا خدا ناکامی را بین. میلش من با مهمانو مشغول میشم. خوش آمدید مراد بای. انشالله که سری زهرا در بالون نیست. حلی جان چی شد سمی؟ حلی جان با تو یک چیزی مهم رو گفتنم لازم است. چی شد؟ سری زهرا در بالا بوده میتواند. چی؟ از خفای آنها آدمانی سلاحدار بوده است. آنها باشن به طرف جنگل گریختند. تو چی گفته ایستاده سمی؟ اما خوب بوده است خاطر نشو. من حالا باشد به نجات آنها میروم. تو در اینجا همه چیز رو اداره کن. اما که اکرم نفهمد یگان چیز رو میدید. خدا نگاه دارد. این چی بلا بود که با سری ما اومد تو با پلیس زنگ زدی؟ سیلین زنگ زده است. خاطر نشو. تو تنها وضعیت اینجا رو اداره کن. میلش تو بازید خیر. چی خیلی یا خدایا چیکار کنم؟ با کجا میروی سمی؟ اون سوکچه رو از دستی آنها نگیریم از اینجا نمیرویم. جواهرات را با آنها گذاشتن نمیتوانیم. با دستی خالی برگردیم سردارمان ما رو میکشد. اینها در سوکچه جواهرات بودنش رو میدونن، نباشد این خیل میگریختن.
متا از لباس عروسی است. اونقدر دور نرفتن. گرم است. به این طرف میرویم. ایستید بچه ها، شاید این دام فریب است. گویا با این طرف رفته ما رو فریب کردنی هم. راست میگویی. پس به دو قسم جدا میشویم. شما به این طرف، شما باشید با من بیایید. زودتر باشید. رفتیم. بعد یکدیگرمان رو چخیل مییابیم. به نزدیکی فیادور محاربه تن به تن دارد. در آن جوا میخوریم. آی به عقل. اول جواهرات رو پیدا کردن در کار. میفهمی جواهرات رو؟ من بعد در شما میفهمونم که در که جوا میخوریم. رفتیم. خدایا، اینها از راستی ما رو به جنگل پرتافته رفتن. دیوانه های بیعقل. ای یا خدا، آخر من امام مسجد هستم. در جنگل چی میکنم؟ از راستی گوش شدم. منو یافتگیر. ای من چی خیل میروم؟ من چی خیل راه رو میابم؟ این همش از پشت ها دیوانه است. همش از رای آن ساختکاری دیوانه است. زود میده دوید ایستادم آخر. باری در اینجا هم از پیش من اومده. اصلا میگم فلاکت آمده. از اینجا گریستنم لازم. دامولا ایستید. بسیار مانده شدم. خانم زهرا کمی دیگر بدویم میرسیم. نه دامولا، بسیار مانده شدم. باز کمی دیگر بدم. نه دویدن نمیتوانم دیگر. مانده شدم به خدا. دویدن به فایدهتون میشود. کمتر دوید خراب و زیبا میشود. شما به من چه گفتن میخواهید مگر من فر بیهم؟ استغفرالله. کمی به ورزش مشغول شوید. قد و قامت زیبایتون با زیباتر میشود. به دلبرداری شما من احتیاج ندارم. من خیلی خوبم. معلوم است، معلوم. بسیار زیبایید. چی؟ هیچ چیز نه خراب هستید. خرابم من خراب. البته خراب هستید. کنی بدرم. قول هم در اینجا است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای برادر، در اصل چرا ما رو شما پیگیری کرده ایستاده؟ ما با تو کاری نداریم. برای خودت رو. چی کردم؟ مرا با درون جنگل پرتافتید. من چی خیلی راه هم رو دست روم ها؟ در به ما چی؟ رفتیم بچه ها. اکنون آن داملو رو باید یک لحظه. داملو گفتی؟ داملو نیست. او یک دیوانه است. آدمی که تو او رو جستجو میکنی. او آنها با اون طرف رفت او رو دزدی کنید. زود. راست نگویی تو. برادری مومنی عزیزم، من یک داملو هستم. من دروغ نمیگویم. وای دیوانه، اگر گویم که به آن طرف رفت. گوش کن، رفت او را دزگیر کنید. در حقتان دعا میکنم. بسیار دعا میکنم. حتی از حاضر آواز این باور نکنه. دامولا رو پشتیبانی میکند. راست میگویی. این به ما دروغ گفته ایستاده است. های، چرا با شما دروغ گویم آخر برادر؟ آدم به آن طرف رفت میگویم. وای دیوانه است میگویم. رفت او را دزگیر کنید. به خدا ایمان بودنت را نگاه نمیکنم، میکشمت. رفتیم بچه‌ها. با این طرف. ای خدای بزرگ، من چی گناهی از این کردم؟ این چیز به سری من آمده ها. دامولا چی کار میکنید ها؟ خانم زهرا، از بس که این طرف سبز است، شمال آن طرف است. با چقدر دیگر میدویم؟ بسیار دویدن نمیتوانیم. این آدمان بسیارند و راه گریز از آنها نیست. کار نباشه چی کار میکنیم؟ حیله میکنیم خانم زهرا، دیگر چاره نداریم. حیله؟ بله حیله. بیا دام میگذاریم. سلن جان بیا ببرو. مرحمت اکا. ماشین زهرا در اینجاست. ماشین گرم است. آنها دور نرفتن، در همین نزدیکی ها. اینها باشند. معلوم که ماشین های آن ابله ها می باشند. در اینجا من کرده با جنگل در آمدن. ای بیا مانه خود تمی خیلی دانای میگیری که همین سلن ایتو نمیفورم. بیایید هر چی زودتر برویم. تمام خانم سلن، شما هیچ خاطر نشید. من حالا از تلفنم هیچ ویز نیست. و خدا حاضر دو خدچه داست نگم شده است. باز کار با ما افتاد. راست دیگه میخوام عملیات توقع خودم ببرم، چون که پروفسیونالم. میگن گوده تشید خصاب حرام میمیره. با می خاطر میخوام که خودم توقع کار کنم. با این طرف میرویم.
گوش که برادر طرف بیزه با نشان دادستی اون طرف ببین منظرها بسیار زیبا هست همه کسا طرف شمال میرویم چون که آنجا خطرناک نیست شمال چی معلوم کی با طرف شمال رفتن ها چی معلوم با طرف جنوب چی معلومه که میریم ها ای تو ابلهی بیعقل هستی ها تو چارچشمه کور هستی با سوال جواب نمیدهند با جواب میدهند پس از کجا معلوم است که به طرف شمال رفتن ها برادر که جایی که درخت بسیار باشد همون طرف شمال است یک بار کینه تماشا که همه شما میفهمی که جا جنوبه که جا شمال است جنابم لطفاً بحث رو بس کنید از قفای من بیوید اوف دیدی خانم سلین طرف نشان داده من میروه دیگه علاج نداری رفتی اگه این چورچابا چرا همراه ما اومده؟ آقای اکرم لبای مراسم حالا سر نمی شود سر می شود خانم مبرا سر می شود در نام شما 2 تا ر است خانم مبرا بله سر می شود کنی اینجا بیا مرا گوش کن اینها کجا شدند بابا جان من گپ زدم خیر از سببی که 2 بالون یک جای کفیده است یعنی از این سبب دیر کردن حالا باشد در راه هستند انا کم داری دیگر مونده است 2 بالون آخر 1 بالون بود کو حالا 2 تا شد 3 4 با چشمان من نگر با چشمانم نگر تو از من چیز رو پنهان می‌داری ها نه چی رو از شما پنهان میکنم بابا جان نه چی شد چرا ایستادیم با ماشین اکنون دوام داده نمیتوانیم با جنگل در اومدن ما لازم است چی؟ ما در جنگل چیکار میکنیم ها؟ نیلیس از سببی که با ماشین با جنگل در اومدن نمیتوانیم با پای پیاده رفتن ما لازم است چرا ما میرفتیم پلیس ها آنها رو یابن آخی سمی ما با جنگل در اومده چیکار میکنیم اینقدر با من غرغر میکنی تو چرا از قفای من اومدی برای زهرا خواطر شدم زهرا دختری عمم است چرا نایم سمی میفهمی اوف مایلش بیا رفتیم من با این توفی هایت چه خیلی راه میگردم نمیتوانم چی شد؟ پاشنه اشکند اوف میلیسه بیا خوب ترش بیا دستت رو کپم راه تر است با کدام طرف میرویم با کجا هوا بزیب شده میگوید که ها با اون طرف رفتنمون در کار تمام امکان ندارن این دوم رو دیدن نمیتوانند کنیست شما چی کار کرده ایستاده اید کرته عروسی هم رو دراندید همش رو دراندید چیکار کنیم خانم زهرا این لباس عروسی دقت رو جلب میکنند با این دوم میافتند حالا میبینی خیر مهده شکل چی کار میکنیم میگوریزیم دیگر شورا نداریم و دعا میکنیم که اونها با این دوم افتند اومدند میگوریزیم گریختیم داملا ازمی؟ کی؟ داملا جان داملا ازمی صدایش به گوشم آمده ایستاده است شما در اینجا چیکار میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم ای تو در اینجا چیکار میکنی در اینجا هم با من رو برا شدی شما داملا چیکار میکنید اینجا مرا پای برده ای پیگیری کردنی مرا بگذار از تو گریخته ایستادم یا خدایا من شما رو پای بردم ای مرا راحت گذار بیزار شدم یا خدا توبه دوملا این شخص کی است هم کسبم چه دوملا من وای دیوانه است دوملا میگوید وای دیوانه است دیوانه تو هستی من دوملا تو دیوانه هستی دوملا میگوید کو خانم زهرا داملا باشد در اینجا چی میکوبد داملا در مسجد میشود او دیوانه است از تو دور نیست از اونجا برا از نزدی دور نیست داملا با اون طرف نروه کاری تو چی؟ با کجای خواهم نروم با دوم افتید دیدم خانم زهرا دیدم آدم افتید راه گرد داملا ازمی شما خوب هستید؟ دور شو این را داره داملا نزدیک شو شما را میبرارم آخه نمیخواهم
از تو هیچ کس یاردم نخواسته است. نشم از اینجا رفت. دوملو اجازه دید به شما یاردم کنم. از آن یکی از یاردم پرسم، از خدا میپرسم. آخر میگوید که دوملویم، اما بینه چه رفتار میکنید. مدد از جانب خدا است. ما تنها با این وسیله میشویم. آخر از تو وسیله نمیخواهم. رو مرا تنها گذار. تنها بودن میخواهم. فهمیدید؟ تنها بودن میخواهم. دوملو اومده ایستادن، باید که رویم. با این دوملو چی میشه؟ آخر چی کار میکنه دوملو؟ ببینید خودش تنها بودن میخواهد. دور شو. تمام. انا شنیدی؟ دوملو ما اسرار رو بگیر. ای سرده پرتا. خدا نگهبان باشه. روید نمیخواهم. خدا شفا دهد. رحمت تنها بودن میخواهم. مرا تنها گذارید. نیو دیوانه. راحت حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. وای برادر، آخر من مگر تنها بودن نمیتوانم. خدایا توبه. آقا او در اینجاست، در پایان. برادر من دوملایم. دوملای حقیقی. امام تو در اینجا چیکار میکنی؟ برادر من دوملایم میگویم. جماعت مرا انتظار است. جماعت من باید روم میگویم. انا خوب آخر غمگین نمیشوی. لا حول ولا قوت. من آقا اون آدم کمک گفته فریاد دارد. های او رو بگذار. اینها رو گم نکنیم. زود رفتیم. چرا جواب نمیدن؟ این هم بیزار کرد کو. دست نارس است. ای خدای اینا کجا شدن و یگان فلاکت گرفتار نشده باشن. بابا جان کمی آرام شوید. به سرتون هر فکرای بد نآورید. اینها کجا شدند؟ آخر تا این دم نآمدند. کجا شدند؟ ای ازدواج ساخته بود. البته که دست کشیدن. البته که روی زهرا نمیشود که به اینجا آمده با شما گوید از همین سبب نآمدن. تولین این خیلی نکنو که از برای خدا. ای چی نکنم ها؟ چرا به من باور نمیکنید؟ با شما گفته ایستادم این ازدواج ساخته است. تولین سفسطه رو بس کن. عصبی مرا ویران نکن. بس کن تولین گفتم. ای مرا سرده فروخ بس است. دستم رو لد دادی ها؟ در کجایید زهرا جان؟ آخر چرا تا این دم نآمده اید؟ من هم خواطر شده ایستادم. با شما یک چیز رو میگویم. چی میگویی؟ اما اول آرام باشید، نترسید. مایلش زود بگو. مایلش بابا، یعنی خواطر نشوید گفتم. چی شد گبزن؟ مایلش انا از پس زهرا و دوملو زیادمونی سلاح دار رفته ایستادند. چی؟ آنها رو پیگیری کرده ایستادند. یک دقیقه آدمان پیگیری کرده ایستاده بودند؟ کی بودند آنها؟ نمیدونم. یگانه چیزی که میدونم درای شیلی در جنگلی بودن. آدمان باشن از پشت آنها رفته ایستادن. تو چه این راز ما پنهان می‌داری؟ چرا تا این دم نگفتی؟ با پلیس خبر دیم؟ با پلیس خبر دادن. بله. ای بابا جان آرام شوید. ای برادر جان در کجایی؟ سلیم جان بیاد دست طبقه بگی با نخد. یاری دست بگیر. بسیار مانده شدم. در اینجا کمی استراحت کنیم. اکا کنان حاضر وقت استراحت نیست. اکا تستر باید دوملو را بیویم. میدانم. بیا کمی استراحت کنیم. آخر نفس ما کمتر راست کنم بعد کفته میابیم. هوا هم تاریک شده استن. اکنون اونها رو از کجا میابیم؟ اکنون در این تاریکی کجا میرویم؟ چی کار میکنیم؟ گروهی پلیس کجا شده است لیوین؟ خفم کردی خانم سلین. چی ما پلیس نیستم؟ دل مخنه کردی با خودم. این طور باشد یاب لیوین. با یک کس نمیشود این کارو. گروه در کار. گروه پراکنده کنعان ناید دکر. یک لیویتی جنگی به 100,000. ای چار چشمه چی گفته ایستاده ها؟ هوا هم خنک شد. خنک خوردم. خانم سلین مردن ما بهتره که شما خنک میخورین. حاضر یک دقیقه. خانم سلین کشتوم رو نپوشید و کیک دارد. چخل کیک؟ چی شد دیوانه؟ چی شد؟ یک لحظه یکی تو مناسبت بین ما و سلین در رشت داری ها؟ ادامت رو گیر. خیشه ده که خطونه با دست بگیرین؟ بس از اکنونه؟ بس. خدای توبه.
خانم سلین کاستیمی ما رو پوشید. به عقل ترین آدم میفهمه که سلین مرا دوست میداره، لباف داره. تو غوری عمل. کم تا فکر که مردک. اکای کانون، من میگویم که این ابله رو گرفته در اینجا گر کنیم. چی گفتید؟ گمش کن این افلاس را. این ناپاک خدا زده طبیعت را بویگیر میکند. در 1000 سال بویش نست نمیشود. اکای کانون بخشش زیادو یک سوال داشتم. ما در اینجا چی کار داریم؟ اگر یکون شهری منطقی داشته باشد خواهش میکنم فهمانه. های نمک احمق، های تیلاق بی عقل، حالا هم سببی به اینجا آمدنمان را نفهمیده است. تفو خدا زند تو را. خونوک نیست لیو جان. نه خونوک نیست لیو جان گرمت. خونوک نیست سماونیشی نک لیو جان. خونیست با خدا برون همین خیکر میاد که یخ بکنی. سوختمه. خونه خونوک. شب بخیر خانم سلین. شب بخیر لیوین. چند قپش یک کاستیم داده بودم در خاطرت هست؟ با تیم کاستیم که با خودم میونم خنگی در بهشو میمونه. آدختگه پنفهم یک بود. با تیم کاستیم پوشم با گرم شدم میتونم های نوبت قطعی پوشم خیلی کاستیم بته. خانم زهرا هوا بسیار خنک شد. بله من هم خونه خورده شدم. بینه در آنجا یک خانه بی آدم است. آنجا در آمده شب رو روز میکنیم. اجازه در آمدن ممکن نیست. در آنجا هیچ کس نیست. از کی اجازت میگیریم؟ نمیشود دنبالو مگر مثل دوست به خونه یک کس در آمدن ممکن است. خوب نباشد خانم زهرا شما در اینجا مانید. خنکی یک طرفی است. من آن را در نظر دارم که گرگ و خرس شما را نخورد. خنکی گرم نه مرده میروه در اینجا آخر. رفتیم. دستتون درد نکند. به خدا بسیار گرم شده. خوب شد. خوب. من یک آشخانه را بینم یکون چیزی خوردنی میبابم. اوه با خدا که خوشبخت بودیم. کارتوشکا بسیار با لذت میشود حاضر. دومل اونها در علوب سیاه میشوند. کارتوشکای سوختگی را من دوست میدارم. سیاهی ها ضرر دارند دوملا. های شما نخورید خانم زهرا من میخورم. به فکر من شما هم نخورید. با خدا که کارتوشکای سوختگی را ما آنقدر دوست میدارم که تا بس گفتنه. کمتر دیگر نمک میشد زور میشد. ای اینجا اینقدر چرکین است. دوملا شب رو همینجا روز میکنی؟ چرا میپرسی؟ بسیار چرکین است. بخشش خانم زهرا اینجا خانه مادرت نیست که اینقدر ناز و ناز میکنی. نخواهی برای مادر رو. بس بدگیسته بردوام به من شوخی کرده سده. نه خانم زهرا میگویم نگویم اما میگویم. بعضا از حد میگذارم. بس بدگیست. با خیر است؟ این کاری کردتون خوب نیست. من دیگر طاقت کردن نمیتوانم میروم. به شوخی میگویی؟ بله میروم مگر نمیتوانم. خیر رو کنی من بینم چه خیلی میروی. البته که میروم. رو من رفته ایستادم. رای سفید رفته ایستادم. روید میروم گفتید روید. آدمی بد رفتار بد گفتار. گرگ ها موشک ها ای سخت خنک است. با خیر است خانم؟ من دویده گرم شده ایستادم. گرم. بیایید آتش است در اینجا گرم شوید. گرگ و شغال. تمام نترسید آنها به اینجا نمی آید. نترسید. چرا ترسم به دست؟ نمی ترسم. بله نترسیدنتان بسیار معلوم است. نمی ترسم البته. این را با کتفتان گذارید گرم میشه. خوب یگون چیز بگو من بسیار مانده شدم. سمی کمتر استراحت کنیم.
راه گرد میلیز هرچی زودتر آنها را یافتنم لازم. بیا زود. چی شد؟ چی شد؟ آدمانی که از خفای آنها بودند. بین سلاح دارند. میلیز خواهش میکنم خاموش باش. مایلش خاموش شدم. جستجو داریم سردار، حالا هم نیافتیم. خواطر نشوید، میابیم، از خفای آنها هستیم. التماس مقصد نظر گذشت خدای توبه، باز دردی سر گرفتیم. نه میلیز میلیز خاموش. آکا بیا میرویم. همتون جمع شوید، میرویم. زود سلامت باشی. موی سرت رو بینه. بیا رفتیم. یافتم پای پایهایشان رو یافتم. پای پایها. بین پای پایهایشان از اینجا گذشتند. خدا رو شکر پای پایشون رو یافتیم. من سبب شدم. من گفتم که بشیمو رفتن در کار. تو چی خیل سبب شدی؟ من گفتم که به این طرف رویم. وجدان انسانی من گفتم. مرده که دروغگوی چی تو کی را دروغ میگویی ها؟ وای منک برادر، وای منک. من ای وای مای تو نمیترسم. فهمیدی؟ نکشم. سری مرا ویران نکن که حاضر. آروم باشه جنابان. یک گمزنی یک دسته را بی خیلی گمزه. سری مرا تو ویران میکنی. با یک دسته تو گوشتان گفتم که سری مرا ویران نکنه. لوینت لبای جان کرغوتی لوینت بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا توبه. بسم الله. اینجا یک آدم های. لوینت خوب هستی؟ من خوبم. کی داو چخری؟ حاضر بس پرسمش. اما جون شما کی؟ دامولا ازمی. من دامولای مسجد هستم. دامولا. او بچه ایرا بینی اترقی رنگ عجینه میبرویم. از شنرتای شدم. من باشم لبین. سلام. دامولا ازمی. من پلیس هستم. پلیس؟ بخدا فهمو. لوینت حاضر تو از آنجا نجات میدی همایلش؟ در کنست خانم سلین، در کنست. من خودم از اینجا میبارم. شما زحمت نکشید. گوش کن. اگر تو هم مانند آن دیگر آدم کمک کردنی باشی والله بالله کمکت لازم نیست. کدام آدم؟ آدمانی که مرا به جنگل آوردن. آخر من به او کمک کردم، او را از اینجا برآوردم. رفت وعده داد که نجات میدهد و بیرون برآمد. توبه گشته رفت. در گپش نایستاد. مگر خیلی میشه دامولا ازمی؟ من پلیس هستم که یک گپ دارم. پلیس راستگو. بیامانه یا خدای توبه. آخر پلیس در جنگل چی میکوبه؟ یا که مگر تو پلیسی ساخته هستی؟ مگر خیلی میشه من پلیسی ساخته نیستم. من پلیسی حقیقی ام. پلیسی حقیقی؟ بله. پلیس راستگو؟ بله پلیس راستگو. ای شیری من. خیر او رو از آنجا نجات نمیدهیم؟ شما چی کار میکنید خانم سلین؟ این احمق خودش از اینجا میبراید. فکری من هم. هوا تاریک شد، هیچ چیز رو دیدن نمیشود. شما خواطر نشد. حالا یک آتش میکنید. هم اینجا روشن میشود هم گرم میشه. کلی رفته هیزم جمع کنید. زود. خانم سلین یک آتشی زیبا کرده در نزد آن نشسته یک جای گرم میشویم. از آتش حلاوت ببریم. خیلی یگون گرگ یگون خیلی بیاید چی؟ یک دقیقه خانم سلین اجازت نده که در چخور یگون خیلی پلنگه به هفته موش باشه خرگوش باشه مانش به هفته قطعی با مبارزه بوده میتونم. من را لوین میگم. خانم سلین یگون چی خوردنی باشه پرتاق کشته شده. لوین این رو داره؟ اینا داشتم. خانم سلین مانه داخی وای قربقا نو جایش رو یافت. مانه داره.
دوملو بگی دستم ما ببرم بعد شما را ببرونیم زود باش شیرم بردار خانم سلین بردار خانم سلین بردار تو زنی با قوت هستی من میدانم بردار خانم سلین من یگان تغییرات از گفته پرسیدنی بودم. بله درست است، رقم همون است، همین خیلی مایلش چی شده است؟ فهمو تشکر، سلامت باشید. دخترم گبزن چی شده است؟ یگان خبر هست؟ نه بابا یگان خبر نیست، چون که حالا ایزی آنها رو نیفتند. آنها در کجایند؟ به سرشان یگان حادثه بد آمده باشد چی؟ یگان حادثه بد رخ نداده است بابا جان، شما این طور فکر نکنید. میلیس در کجاست؟ نمیدونم، تلفنش خاموش است، همه‌شان به جستجوی داملوزیو و زهرا رفتند. باورم نمی آید زهرا ازدواج ساخته میکند و دختری من تومه گرگ و شغلها میشود. دیوانه میشوم. بس است، خاموش شو، بس است. از حد گذراندی کو؟ را بس است. در اصل به شما بس است، به شما بس است آخره. داملا صدای شغال عجیب است نه؟ مانند صدای بیمار است که از درد ناله میکند. هیچ از آن جهت فکر نکرده بودم، اما راست مانند است. من در کودکیم در شمال زیادی صدا نمیتوانستم، بسیار میترسیدم. زود دویده به آغوش مادرم میدر اومدم. اونگاه خود را به خطر حس میکردی؟ بله، در حیات خود را هیچگاه چنین آزاد احساس نمی کردم. رحمت به بابایم که دائم و در برم است، اما وقتی که او را به آغوش می گیرم این حسیات بوی مادرم را به من می دهد. بعضا بسیار می ترسم بوی مادرم را فراموش می کنم. گفته خواطر نشوید خانم زبرو، آن بوی را هرگز فراموش نمی کنم. شما در یاد دارید بوی مادرتان را؟ هیچ فراموش نکردم. بعضا هنگام تنها ماندنم چی دانم وقتی غمگین شدن و سرم را زیر بالش کرده تنها بوی او را خیال میکنم. این طرف اون طرفی بیا دور کنی لبنت آدمانی کنعانی دیوانه نمی بردارن. من خودم کوشش میکنم که میبرم. بیا این رو ما در همجا پرتویم. ای نمو زود به خانم سلین کمک کنید، راضی شو برای چار چشم برای چشم دست سرم. با خدا سلین همین قدر یادت کردم که رحمتی کنم. خواهش میکنم لوینت. شرف؟ این سر رویش اینقدر خاک شده است. گرگ نکن بگی دسته، گرگ نکن. تمام. هی زود باش، مرا نجات نمیدهد، نمیبرارد. زود باش پلیس رازگوی. حاضر داملو سلین یاردم کنم این داملو را ببروریم. داملو بکا زور زبه برو اک داملو. یا خدمه که داملو کم داری دیگر، کم ترگم داملو. بیا دستتان رو دید. برو داملو. ما گیر داملو سازی. خوبم رحمت خواهرم. خدا از همتون راضی باشد. من باید زود روم. داملو ایستید با کجا میروید؟ هم یک نفس دراز که بد میره تمام. نه خوبم. جماعت مرا در مسجد انتظار است. انتظارشو نکنم. خیر من رفتم. داملو ایستید با کجا میروید؟ رحمت خواهرم، رحمت، خدا از شما راضی باشد. من رفتم، جماعت انتظار است. استید بابا ما شما رو میبریم. رحمت برادرم، خدا از شما راضی باشد. داملو من رفتم. به خدا کی رفت؟ چقدر مسئولیت رو حس میکرده است. دیوانه است. بله. نه این همه تاثیر چخوری است. چخوری در مزه آدم میگریزه، بعد هر خیلی گپا میگم میزنه. تاثیر چخوری بسیار سخت است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوملا.
السلام علیکم برادر. و علیکم السلام داملو. تو؟ من داملو، من چرا نفهمیدم خود داملو یا عجینه کجای نره اومای پیش میبروی در جون ما زدی تو؟ شناختم، تو را شناختم. تو دوستی انا همون داملوی دیوانه هستی. تو از کجا از پیش من پیدا شدی؟ از شما بیزار شدم. روانی داملو یک دقیقه بیس. تو بسیار داملوی به تقدیری. حاج بود در این جنگل میگن ساملو داملوی سر در چپا. بس داملو انا گفتم که اخی به تقدیری. در همین درخت ایستادگی هم زد یه اخی. سازی داملو؟ خوبم سردیه من دیگر بر نمیخورم. شما تمام شبی نداره و آخر نمیرسده. در هر حال با من رو برم بشوه. از شما بیزار شدم. از پیش من دور شو دور. اوف، کاش که سیوال جانم حاضر در برم می بود بسیار خوب میشد. بیا باز همین تو سر نکن. خدا من چی گفتم؟ خدا تابه کردم. وقتی در چخوری بودم تمام کارهایم پیش نظرم آمد. آرزوهایم مثل لین تیکینو از پیش نظرم میگذشتند و این را فهمیدم که انسان باید از پی آرزوهایش رود. حالا آرزویی که در دل دارم بیا یک به یک میگویم که تا در دل نپسند. اول جنسی لطیف. چی گفته ایستاده است؟ اهمیت نده، به عقل است. ба худо орзуи калони ман ба сайри ҷаҳон баромадан аст. аммо албатта ки ҳоло ба ғайр аз домулозиё ва зӯҳро ҳеҷ чизро фикр карда намехоҳам. از من خانم سلین آرزوی کلان من کارتاکیلاز رو دستگیر کردن است. акай унал ҳам ҳамин хел мегӯяд. чаро ба калтакелас ин қадар часпидаед ман намефаҳмам. канона калтакелас маъюб кард. جای خواب زیبا شده است. من باشم با اونجا دراز میکشم. شما چیکار میکنید؟ مونده شدم در آنجا دراز میکشم. نه نمیشود. چه نمیشود؟ بسیار مونده شدم. این چه خیلی مناسبت است. چرا ما باید بر خواب کنیم؟ یا خدای توبه، در اینجا دراز کشم چی جای مشکلی دارد آخره؟ نمیشود. یا خدایا من با چی بلا روبرو شدم نمیفهمم آخر. دامولا بسیار ناراضگی نکنید. مالش خانم زورخ، شما دراز کشیده خواب کنید سحر بر وقت صندل کن. ناراضگی نکنید. شد خانم زورخ، زود خواب روید. داملو خوابتون برد؟ داملوزیو؟ چه شد؟ ترسیده؟ تمام بیایید، نترسید. تمام بیایید بزیر این در روی زود آخر. اگر خواهید سرتان رو با کتفم گذارید با اینجا. مادرم هم مرا این خیل در کتفش خواب میکند، لیکن او افسانه هم نقل میکرد. نباشد خوابم نمیبرد. شما هم افسانه نقل کرده میتوانید؟ کی؟ من؟ افسانه؟ بله. نمیدانم آخر. یگان افسانه نمیدونی؟ میدونم. شاید نقل کرده نمیخواهید؟ نه، نقل میکنم. در حقیقت؟
بوده است نبوده است. در زمان قدیم در یک جای بسیار هم دور یک شاهزاده زیبا زندگی میکرده است. زیباییش به مردم اونقدر مشهور بوده است که همه درباره او گپ میزده است. بعد روزی یعنی یک شب یک جوان راه گم زده مجبور شده است که در قصر شاهزاده پنهان شود. شاه باشد او را همچون مسافر آن شب قبول کرده است، اما در اصل آن شخص راه گم زده نبوده است. یک شخص دزد و قانونگریز بوده است، لیکن برای نشناختنش خود را راه گم زده میگوید. بعد پگاه سحر اون جوان وقتی رفتنش در لب جویبار شاهزاده بسیار هم زیبا را میبیند. در نگاه اول به وی عاشق میشود. خوابتون برد؟ با خدا لیکن آخرین افسانه رو هیچ کس گوش نکرده است. من هم نمیدونم آخرش چی می شود. ماری گفته یا در تابستان میگردن، آنها در زمستان در خوابند. با پای یکون شاخه درک رسیده است. مایلش از مار گذشته رفتیم یکی با زومبی رو برو شویم چی کار میکنیم؟ زومبی گفته که در فیلم میشود. زومبی گفته با سری آدم هرونم فکرهای ناجور و ناردنیست. این چی بود زمین؟ یا دیدی من آبی با اون طرف رفت. حالا آرام میشویم. همش سری نظارت من است. مرا دار که نفت هم مرا دار. با اون طرف نرف. مار هست. مار با پایت رسید. خانم زهرا خیشه آدمان اطرافمان را احاطه کردن، آوازشان آمده ایستاده است. چی؟ خاموش. من از این طرف به قفا میگریزم، تو آن آدم رو به گپ میگیری. چی خیلی به گپ گیرم؟ نمیدونم، یگان کار کن، احتیاط کن. خوب شد که اومدید. من هم انتظار بودم که کسی آید و مرا از اینجا نجات دهد. چی کار کردنم را ندانستم. در همینجا انتظار بودم. چی سفسطه میگویی؟ اون حیوانی وحشی مجبورت مرا دزدیده در اینجا محکم کرد. بسیار شف نکن. آفرین به شما، بسیار حکایه زور میبافید. شما گفتید که بگب گیر. بگب گیر گفتم. خدایا نگفتم که این قصه دروغ رو باف. یا خدایا توبه، اگر معقول نباشد خودتان آمده بگب گیرید. مایلش هیچ گپ نداره. از آن دری قفا به سوی باغ میبرایم. زود. حالی او چی میشود؟ از کجا دانم؟ یگان روز آماده جنازه‌اش رو میخوانم. رفتیم. ناملا بیایید گریزه. آنها سلاح دارن، ما را مانند پرنده شکار میکنن. یکی به اینجا آیند چیکار میکنیم؟ نباشد ما آنها را شکار میکنیم، دیگر چاره نداریم. کمی در اینجا انتظار شوید. با کجا؟ یک بینم کنیم آنها چند کسند. زود دیده میآیم. مالش از جایت نجو. دوستت در کجاست؟
نیست. در کجاست؟ نپرون. انا همین خیلی داملازیم. بزنید دورو، بزنید. یاردم کن، یاردم کن. انا زن آخه داملازی و کاپتن نجوم درست استی؟ میبخشید. بزن بزن. تمام کمک نکن. رو از اینجا. من کجا برسنم رو نمیدونم. وزیر دستونت رو بردار. از جهت نجوم. چه خیلی زده؟ با خدا بسیار خوب زده. آفرین، یعنی سرم رو کفانده. داملا بسیار کار شب قوار بود است. بیاد رفته دیگرانشان رو زنیم. نفهمیدم. یعنی دیگرشان رو هم زنیم. یا خدا تابا تو باطینن تماما دیگر خیلی دختر بوده. خدا شکر. چون این بودنم رو نفهمیدم. پس با نقشه نو آماده ای؟ آماده. آی پایکم کمک کنید. آی پایکم درد دارد کمک کنید. پایت را چی کنم؟ وای دختر گپ زن که دامولا در کجاست؟ من به تو پایم گفته استادم تو باشین دامولا در کجاست میگویی من از کجا دانم؟ او با من نیست نمیفهمی. خیلی با تو نیست. از سحر باز از پس شما دوید ایستاده ایم. اگر این خیلی دوام دادن گیرید میدونی چی میشود؟ چی میشود؟ بس سرتون انا میخیل کلتک میخورین. خانم زهرا چیکار میکنه؟ کنی زود برخیزه. کنی چرا خندیده ایستاده؟ شما امشب بسیار هم عجایب شده. کنی زود رفته. خاموش شود. قریب بود که از ترس دیلم کفده. من هم بسیار ترسیدم. من هیچ نترسیدم. چی؟ شما چون داد زدید من همچون جواب آخر داد زدم. دمت را گیر خرگوش. نترسیده است. مثل زن داد زدی. یک لحظه. در آنجا یک خانه است. بویش آمده ایستاده است. جای بهتر است. بله بله. خانم سله ایستید. واسه من از نزدیک رفتم میبینم که اونجا خطرناک است یا که بی خطر. همه رو از نظر گذرانده شما رو دعوت میکنم. اگر هم خیلی آواز برآوردم به ملال دویده بیایی. اگر نه آواز شنیدی نه چون که خطرناک است. من زود میروم. تمام. سلین آزمیون. بله بله اول او یک رود. یا خدا پایش کنده شد. دامولا اگر اینها رو یگان کس سیر کند آواز میبراید. ما باشیم از قفای اونها به هجوم میگذاریم. همین خیلی. بله خانم زهرا بله. با شما این شب چی شده است؟ از یک طرف هجوم میکنیم از طرف دیگر نمیکنیم. با خدا که من از شما ترسیده ایستادم. نترسید دامولا. من خوب از عهده نقش میبرایم. یعنی گویو که این همه شقیقی است. با خدا که شما باطینن تماما دیگر بوده. زود زود پیش روید. میبراید اون میبراید. خیر این لیونت کجا شد؟ انشالله گم می شود. یک چیز گویم بیایید ما هم به همون خونه رویم. در بین جنگل از خونه که مردیم. زود رفتیم. پیش دارید. رفتیم. میلیس از خفای ما بیا. مایلش. یگان کس هست؟ در آنجا یگان کس هست؟ رفتیم.
زودتر خاموش شوید. خوب هستی؟ خوبم خدا تو خوبیم جونم تو چی خیلی؟ سخت ترسیدم. زیان هستی سوزی؟ خوبم سمی تو چی خیلی؟ با خدا بسیار خواطر شدم. زورا جان خدا تو رو نگه داشت. خوبم رحمت. میلیس بابایم چی خیلی است؟ ای نمیدونم. سلین؟ نه نمیدونم. ای انشالله نفهمیده است. زهرا جان بسیار ترسیدم. کمتر آوازتان رو پس کنید. دختر با آرام. زهرا جان خوبی؟ خوبم رحمت. دامولازیا شما خوب هستید؟ رحمت خوبم. بسیار هم خرسند شدم. رحمت آقای کنون. خانم زهرا شما هم خوب هستید؟ خوبم رحمت. خوب باشید. نه جنبید که همتون رو یک طرف شما رو میپراند. ای خوگی حرامی تو کیستی که در جایی که من هستم سلاح دراز میکنی ها؟ دامت رو گیر. نه جنبه. سمکچه رو گیر. نرسید از من است. چیکار میکنی زهرا جان؟ سرده این جوزدانی من است. خانم زهرا آن را ده رود. سرده این جوزدانی عروسی من است. سرده دستم درد کرد. سرده گفتم. سرده میگویم نفهم. آن جوزدانی من است نمیفهمی. خانم زهرا ما نگیرد. اون چیست؟ الماس. جواهی را در همین جا سردار. آفرین دامولو. یعنی جوزدانی با من توفه کردهتان جوزدانی الماسی بوده است. خانم زهرا اقلا در همین جا جنگ نکنیم. چی جنگ جال کنم؟ تمام خاموش شوید. شما خاموش شوید. خاموش. مایلش جوزدان را گرفتید. اکنون ما را سرده. دامولا اینقدر آسان نیست. در سمکچه چی بودن را میدونید. شما را سر داده نمیتوانم. اینش باز چی گپ؟ من رو به غضب نآورده. شما چه گفته ایستاده اید؟ کنعان دیوانه؟ این تو؟ در اینجا چی میکابی؟ یا که تو هم از پس الماسا هستی ها؟ میبینم که خودت را بسیار گرفته ای. باز در برات آدمان را جمع کرده ای ها؟ تو رو هم با اینها با اون دنیا فرستادن نمیخواستم. اما خوشبخت نبوده ای کنعان. اکا از برای خدا تو این آدم رو از کجا میشناسی ها؟ ای احمق کی بودن این حریف را یک طرف گذارو آخرین دعایت را بخوان کمتر پس مرده میروی. این خیلی نگو اکا. دامولو یگاه کار کنید. همه خیلی نگاه کردم میستید. این زین را ریز. ای احمق چی کار خواهش میکنم نکنید. خواهش میکنم این کارو نکنید. ما نمیخوایم که از کاری ما دیگران خبردار شوند. برای این باشد هر زمان برای کاری تازه کردن بسیار اهمیت میدهیم. در اطراف یگان ایز نمیگذاریم.